بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، در خدمت شما هستیم با آموزش پایه دو طرفه. ما یه پایه رو رفتیم، خب مثل همون پایه بلند ساده. حالا میخوایم دو طرفش کنیم. وقتی ما پایه رو رفتیم به این حالت، برای پایه دو طرفه باید از جلوی کار به این حالت اون پایه را دولا کنیم و پایه بعدی را روش بزنیم. به این صورت روبروی پایه های قبلی ما نخمونو یعنی قلابونو میزنیم. به این صورت از داخل این دوتا در بیاریم. کلا مثل همون پایه بلند ساده است، ولی برعکس، یه جوری که ملیلا باید حتما روبروی هم باشن، یعنی ما روبروی پایه ها بزنیم به این صورت. تا آخر کار ما باید به همین شکل ادامه بدیم. تقریبا به این شکل. تا پایان کار باید ادامه بدیم. پس شد اول باید پایمون رو برعکس کنیم، پایه‌ای که رفتیم برعکس بیایم، دولاش کنیم و پایه بعدی رو روش بریم. این طرفش میشه جای سر، این طرف دومی که داریم میزنیم، طرف قبلی هم همون روی سره، جای سره، این لبشه. اولا میتونیم باز یه پایه برین، گلتون رو بزنین کامل تا آخر، بعد بیاین دولاش کنید اون یکی رو که لبه شال میره، اون که جای اینه